در ادامه برنامه‌های اعتراضی به مناسبت دومین سالگرد سقوط کابل به دست طالبان، شمار زیادی از فعالین افغان در پاکستان از صبح تا برنامه‌های مختلف را برگزار کرده که در حال حاضر ما در یک بخشی از اسلام آباد قرار داریم که شماری از فعالین حقوق زن و فعالین حقوق بشر برنامه را برگزار کرده به مناسبت 15 اگست یا دومین سالگرد سقوط کابل به دست طالبان. اینها در این برنامه میگوید که در 2 سال گذشته به صدای زنان به توجه صورت نگرفته و همچنان جامعه جهانی و سازمان ملل متحد که باید صدای زنان افغان را بالا میکرد سکوت کرده و کشورهای جهان از جمله کشورهایی که خود را مدعی حامی دموکراسی میدانه هم در این مورد سکوت کرده و شمار از کشورها هم تلاش میکنه که برای طالبان لابی کنه. در اینجا برای بحث بیشتر یکی از برگزار کننده های برنامه خانم طاهره ناصری را با خود داریم تا بیشتر از ایشان بشنویم. خانم ناصری، در مورد این برنامه و گرد هماییتان میشه بیشتر توضیح بدین؟ سلام خدمت شما. قسم در جریان هستیم. در 15 اگست قرار داریم، روزی که طالبان در افغانستان تسلط پیدا کرد و از تسلط گروه طالبان 2 سال میگذره که طی 2 سال گروه طالبان تمامی رنج، مشقت، جنایات را بالای مردم افغانستان روا داشتن، خصوصا زنان افغانستان، و ما شاهد از این هستیم که زنان افغانستان از حق و حقوق انسانی و بنیادی خود محروم شدن. حق تحصیل، تعلیم، حق مشارکت سیاسی، اجتماعی و همچنان حق کار از دست داده، حتی حق حضور در اماکن عمومی و در اجتماع از دست داده و همچنان جنایات گوناگونی که در سراسر افغانستان توسط طالبان صورت میگیره، ترور از قتل‌های هدفمند، کش‌های اجباری، نسل کشی و تجاوز جنسی، نکاح اجباری، فقر و فلاکت که ما شاهد هستیم. متاسفانه خانواده‌های زیادی اطفال‌های خردسین خود به دلیل یک لقمه نان پیدا کردن اونا را به فروش میرسانند. بنابراین ما یک بار دیگه اینجا آمدیم، جمع از معترضین و جمع از اعضای جنبش زنان به سوی آزادی برنامه را تدارک دیدیم که از جامعه جهانی بخواهیم که صدای زنان افغانستان را بشنوند و حامی ما باشند، در کنار ما بایستند، گروه طالبان را تحریم بکنن و به رسمیت نشناسند. در 2 سال گذشته شما زیاد تظاهرات کردین، دادخواهی کردین شما و تمام نهادهای زنان و گروه‌های مدافع حقوق بشر. و کجا رسید؟ نهادهای بین المللی و کشورهایی که باید به توجه میکرد توجه کرد به نظر شما؟ توجه خاص نکرد متاسفانه. با آن که ما سر صدا کردیم، تمامی جنایات گروه طالبان را انعکاس دادیم. شما در جریان هستیم که سانسور رسانه‌ای در افغانستان جریان داره. با آن هم جنایات گروه طالبان را ما انعکاس دادیم. در سراسر افغانستان دختران قربانی‌های زیاد را گرفتند به خود، ولی متاسفانه نهادهای حقوق بشری توجه خاص خود نکرد، جهان توجه خاص نکرد. هنوز هم جهان از طالبان حمایت سیاسی و اقتصادی خود را میکنند و همچنان نهادهای حقوق بشری برنامه‌های را تدارک می‌بینه که نشان دهنده از این است که اونا با طالبان تعامل میکنن، نشست‌های مختلف را برگزار میکنن. عملاً ما شاهد هستیم که دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر فعال است. چرا فعال است؟ در صورتی که به همگی معلوم است که گروه طالبان یک گروه تروریستی بزرگ است که ما در مقابلش زنای افغانستان منظورم است که وقتی که ما میگم زنای افغانستان بدون هیچ گونه اسلحه ایستاد هستیم و حق و حقوق انسانی خود را می‌خواهیم. از تمامی ساختارهای اجتماعی و از تمامی لایه‌های اجتماعی ما حذف شدیم. ما به عنوان نه زن، حتی به عنوان یک انسان ما در افغانستان شمرده نمیشیم. بنابراین اینا توجه نکرده به این مسئله. حتی رینا امیری که نماینده زنای افغانستان از طرف امارات، از طرف ایالات متحده آمریکا بود، ما این توقع را نداریم از جهان. ما از جهانی توقع را داریم که بیاید در کنار ما ایستاد شود، از مبارزات بر حق ما حمایت بکنه. گروه طالبان را نگذارن که بیشتر از این مردم افغانستان را، خصوصا زنان را، به حاشیه بکشانه. تشکر خانم ناصری. از چند روز به این سو برنامه‌های مختلف اینجا در اسلام آباد برگزار است و فعالین حقوق بشر و فعالین حقوق زنان برنامه‌های مختلف را برگزار میکنه که صبح امروز ما شاهد یک برنامه دیگر در مقابل پرس کلاب اسلام آباد بودیم.